سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. میخوایم با هم در مورد جایگزین‌های پروتئین وی صحبت کنیم. همونطور که میدونید پروتئین وی یکی از کاملترین پروتئین هاست که همه 9 اسید آمینه ضروری مورد نیاز بدن ما رو داره و یکی از وظایف اصلیش هم میدونید دیگه رشد و ترمیم عضلات ما هستش. اما بریم سراغ جایگزین های پروتئین وی. تا مدت ها پروتئین وی رو از منابع حیوانی تهیه می‌کردن، به این صورت که میومدن از بخش مایع لبنیات پروتئین وی رو جدا می‌کردن و خب طی یک سری فراوری‌های تبدیل می‌شد به پودر پروتئین که پودر پروتئین هم به 2 قسمت تبدیل میشد، یکی پروتئین وی کنسانتره و یکی پروتئین وی ایزوله. حالا اینا با هم چه فرقی دارن؟ توی یه پرانتز به صورت کوتاه براتون توضیح بدم که پروتئین وی کنسانتره 10 تا 70% کربوهیدرات داره، اما پروتئین وی ایزوله چربی، کربوهیدرات و لاکتوز خیلی کمتری داره، به خاطر همین خیلی مناسبه برای ورزشکاران. رژیم های غذایی مدرن اومدن گفتن که بیاین پروتئین وی رو به جای تهیه از منبع حیوانی از منابع گیاهی تهیه کنیم، مثل چی؟ شاهدانه، نخود فرنگی، سویا یا حتی برنج قهوه‌ای. اما سوالی که مطرح میشه اینه که آیا پروتئین وی تهیه شده از منابع گیاهی به اندازه پروتئین وی تهیه شده از منابع حیوانی میتونه مفید باشه یا خیر؟ یه تحقیقی انجام شده که شرح کاملش رو میتونید برید و از داخل سایت مطالعه کنید که ببینید به چه صورت بوده. اما به صورت کلی این تحقیقی که اومدن انجام دادن، اومدن پروتئین وی نخود فرنگی رو در مقایسه با پروتئین وی حیوانی قرار دادن و با هم مقایسهشون کردن و دیدن پروتئین وی که از منابع گیاهی تهیه میشه به همون اندازه پروتئین وی حیوانی میتونه مفید باشه.